سایه علی مدرسه میریم. بعد این اتفاق البته که حالا اسم باهایی چون بی ارتباط نیست شروع پروژه پور افریقا، چون ما سال 16-17 سالم بود که خیلی کنجکاو بودم و میگفتن مثلا یعنی کمتر است 16-17 سال کمتر اوایل مثلا انقلاب بود مثلا 10 سال 11 سال گفتن فلانی رو اعدام کردن جرمش رو ساواکی بوده باهایی هم بوده. ما ساواکی رو میفهمیدیم باهایی رو نمیفهمیدیم. بعد که سوال کردیم از یه آخوند محلمون گفت ساواکی باهایی ها یه عده‌ای هستن که چند هفته چند روزی یه بار دور هم جمع میشن محفل دارن مشروب میخورن و بعد تریاک و خلاصه بعد گروهی سکس میکنن. قد با غصه خوردم چرا باهایی نیستم. قد تلاش کردم که باهایی بشم یعنی همون موقع اصلا اعتقاد آوردم به خیلی سال گذشت. سال 2002 ما برزیل بودم. یه تماشاچی اومده بود ایرانی ما رو دعوت کرد که توی ساو پائولو گردشمون بده. بعد تو ماشین نشسته یه سیدی گذاشت یه چیزی تو مایه‌های روزه و اپرا و اینا چیزا. گفتم این چیه؟ خوره اون مذهب میده. گفت آره این مال دیانت ما رو اینا فرم. چه دیانتی؟ اون باهایی. گفتم دمت گرم. آقا تو برزیل. یعنی حساب کن ساو پائولو. اصلا گفتم ما میبری داخل یه مجلس تورمی چرا خاموشی کنید خدا به کسی نمیگیم یعنی چی خودم برهمه به چه مجلس نه که مشروب میخورین و خلاصه گرم میگیرین آخر چرا خاموش میشه ما اصلا مشروب نمیخوریم داخل میرم ما اصلا قبل از ازدواج رابطه کی نداریم نه گفتم ما این دینتون به درد خودتون میخوریم و نمیدونم شما چرا نمیذارم تو ایران مدرسه میدونم خلاصه بعد که با این آشنا شدم یا خیلی جالب بود برم و به فکر افتادم که خیلی این بنده خدا چی کار کردن. حالا ما که مذهبی نیستیم و مذهبی نخواهم شد و نخواهم بود و هیچی ولی بعد داستان پروژه پور افریقا شد با رستم آشنا شدم و اینا و با هم گفتیم یه کاری بکنیم از گذشتهمون و از حالمون و این شد که شد پروژه پور افریقا. داستانش هم قطعاتی که داریم اجرا میکنیم. این قطعه توی آلبومی که شما بعدا میخواید بخرین که پشت گذاشته سیدی پشت هست حاضر بیرون و اولین سیدی که خارج شده توی کانادا یعنی دیروز و امروز که شما بعد همتون میرین میخرین با نمیزان میکنیم. این قطعه که الان میخوام بزنم سیریا که سیریا یه فرد آدم بلوچی بود یه سردار بلوچی که میگه سیریا همپای سیاه کی میاد. یه قسمت همپای سیاه کی میاد رو شما باید بخورید اگه دلتون بخواد. اجباری در کار نیست ولی